در واقع گرونترین خیابونه که اونرش صاحبش هم ایرانیه. خیلی راحت خشونت کلامی میکنه نسبت به یک زن. دیدن خیلی اتفاقی دیگه خیلی گلوی منو سوزون. سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. خیلیاتون ممکنه منو از رو صفحه اینستاگرام سالها فالو بکنین. بعضیاتون هم ممکنه که جدید باشین توی این صفحه. در صورت خیلی خوش اومدین و خوشحالم که با منین. من نیوشام و به تدریج راجع به من خیلی بیشتر میفهمید، چون دوست دارم یک سری از تجربیات زندگی رو به خصوص سفرامو با شما شیر کنم. روز یک شنبه است، جاتون خالی. از میز صبحونه رو کلا بوفه صبحونه رو نمیخوام نشون بدم، زیاد ملت راحت نیستن. ما الان خیابون لینگاتان گاتنبرگ یا یوتوبوری هستیم. این خیابون در واقع گرونترین خیابون یوتوبوری تا اونجایی که من میدونم، مثل استرندوگن استکهلمه که خیلی خونه ها گرونه و اینکه دو طرفش کلی بار و رستورانای خوشگل داره. منتها ما در طول روز اومدیم همینجوری یکم قدم بزنیم و وایب رو بگیریم، ولی ببینید چه ساختمونای قدیمی خوشگلی داره. واقعا اگه آدم بره توی دیتیلز و جزئیات ساختمونا و معماری خیلی زیبا هستن. اون ورناکه اون منبر بالا البته درخت جلوشه ولی خیلی قشنگه. مثل نمیدونم حتی اون ساختمونه چیه ولی خیلی قدیمیه با پنجره‌های بلند. بریم ادامه بدیم بقیه شهر رو ببینیم. خب اون تراسی که اون بالا میبینیم، اون خونه خوشگل که روش جلوش یه تراسه، یکی از معروف ترین در واقع یه جورایی تراسارهای اینجاست که گفته میشه که اونرش و صاحبش هم ایرانیه. دمش گرم. تابستونا حسابی شلوغ میشه. البته من نبودم، من فقط شنیدم. روبرو هم یه کلیسای خیلی خوشگله تو کوچه روبرویی، خیلی خوشگله. بچه‌ها نگاه کنین چقدر رنگاش جالبه، دیتیلزش چقدر جالبه. و اینم مناره‌اش. البته جلوش دارن ساختمون سازی میکنن. بچه‌ها ما تازه اونم با اوبر از هتل بعد صبحونه اومدیم بیرون. انقدر انرژی پایینه. دوستم گفتم بیا بشینیم اینجا، هنوز 5 دقیقه نشد اومدیم تو خیابون. گفتیم بشینیم یه کافی بزنیم، ولی این قهوه عادی نیست، اسمش تومته لاته است، یعنی لته بابا نوئل. کلی توش چیزای مزه های کریسمسی، دارچین و سیرپ دارچین و بعد توش هم که خامه اینا، مثلا یه سری چیزای مزه های کریسمسی مثلا. جاتون خالی. بعدم اینو بهتون بگم که اسپرسو هاوس در سوئد مثل همون استارباکسه، خیلی معروفه و در واقع کافی شاپ های زنجیره‌ای معروفه. شما پیاده اومدیم از لینگاتان تا دوباره هاگا کریسمس مارکت. گفتم یه ذره اونایی که آتش نشان دوست دارن ببینن لذت ببرن. اومدن واسه کریسمس مارکت. در واقع یه جورایی تبلیغات. چی نوشته توی برگه هستیم؟ اینکه چیکار کنیم دیگه موقع فایر و اینا. آره. آها، یعنی در واقع حالت آموزشی داره. بچه شما آموزشی رو ول کنین لذتش رو ببرین. البته اونایی که کراش دارن مثل دوست من. آفرین، خوب مطالعه کن. با یکی آشنا شدی بتونی بگی که خوب بلدی حرف واسه گفتن داشته باشی. اینا رو ببینین کریسمسیه. این هاپوهایی که دیروز هم بهتون نشون دادم. خب اینا رو ببین، آخه اینا رو ببین. بچه‌ها چقدر خب من نمیتونم زیاد از بچه‌ها عکس و فیلم بگیرم، ولی اینجا یه بابا نوئل نشسته بچه‌ها الان با بیبی.
دارن عکس و فیلم میگیرن نوبت. چقدر هاپای خوشگل اینجاست خدا. بچه کنل بوله به این بزرگی اصلا نیست، نداریم. واسه کریسمس انقدر بزرگ میزنن. بوله دارچینی در واقع تو سوئد خیلی معروفه. سوغاتی فروشی هم که تمام تمرکزشون رو گوزن قطبیه معمولا تو پرچم سوئد. وای قسمت مورد چقدر زیتوناش بزرگه. او مای گاد این پنیر داره. Thank you. چقدر خوشمزه بود. این توش بادوم داره بچه ها. چی داره توش؟ چیلی؟ با سیر. بچه ها اینی که توش چیلی داشت تا گلوی من سوزون به سرفه افتادم، ولی الان پنیر فتام بهمون دادم مزه کنیم. ما یه ذره زیتون خریدیم برای فردا، میگم برای امشب پارتی. من هنوز چیلیه داره گلومو میسوزونه تا کجا. بچه ها اومدیم توی گوتیا تاور. دیجی فرا اینجاست. میمونن بعد این میخوام بریم ساوند چک. اینجا مثلا کشور بعدی چیه؟ نمیدونی؟ اسپانیا نمیدونی؟ فکر نکنم. بارسلونا هم نمیدونم، شاید اسپانیا فکر کنم برنامه داشتن. خب بچه خسته اومدیم هتل بعد از دیدن خیلی اتفاقی دیجی فره توی هتل گاتیا تاور، برج گاتیا. اومدیم غذا سفارش دادیم و فقط میخوام تفاوت رو ببینید در سلیقه ما. من سوشی، دوستم کباب کوبیده با نون سنگک. وای من نون سنگکی که تو میخورم ازش. چیرز آقا. آماده بشیم بریم یه 2-3 ساعت دیگه بریم پارتی. جاتونم خالی. واقعا چنونده هست؟ اما چنور داره میاره ولی مثل چنه. اتفاقی که افتاد این بودش که من وقتی که از یوتیوبری برگشتم نشستم ویدیوها رو همه رو ریختم توی لپتاپم و شروع کردم به تمیز کردن ویدیو و عکس‌ها و اینا که ببینیم چی رو بذاریم برای ادیت. روی یکی از ویدیوها که داشتم نگاه می‌کردم که در واقع اول توی پارتی دیجی فره بود، یه ساعت اول یه دیجی دیگه اومد وارم اپ کرد و بعد دیجی فره اومد. اولین آهنگی که داشت میذاشت اولش موزیک بود تا زمانی که در واقع خواننده شروع کنه به خوندن. من لای اون موزیک شنیدم که یه آقایی یه سری حرفایی داره میزنه راجع به 2 تا دختر که من اینو حالا اونجا که داشتم فیلم می‌گرفتم نشیده بودم. حالا برید ویدیو رو نگاه کنید و با دقت گوش بدید. اگه هدفون دارید هدفون بذارید، بعد برگردید براتون بقیه‌شو بگم. واقعا چنونده هست؟ اما چنور داره میاره ولی مثل چنه. نمیدونم شنیدید که چی گفته شد. سعی می‌کنیم که یه جوری که یوتیوب بهمون گیر نده زیرنویسش کنیم، ولی اینجوری بوده که این آقا داشت بلند بلند میگفتش که مطمئنی دختر هند منده است، رفتاراش به انده نمیخوره، ولی رفیقش. بعد دیگه بقیه حرفش توی موزیک قطع میشه. من این اومدم حتی استوری کردم روی اینستاگرام چون انقدر اعصابم به هم ریخته بود که چطوری هنوز آدمایی که از ایران خارج شدن
برای من یه مقداری سخته حذف کردنش که چجوری میتونن خیلی راحت حالا 2 تا دختر رو دیدن و یه انگ و تگ اینقدر راحت بزنن. نه چه مدل خانواده‌ای میان واقعا، تو خانواده ما نمیدونم، شاید هم هست من ندیدم. بعد که من اینو کی میخواد، این خودش یعنی خشونت کلامی. یعنی شما میری توی یه پارتی، توی محیطی که ایرانی‌ها هستن و دوست داری خوش بگذرانی، ولی نمیدونی که پشت سرت 2 تا جفنگ دارن چی میگن. استوری کردم راجبش، کمی نوشتم توی استوریای اینستاگرامم. صفحه اینستاگرامم اینجا براتون میذارم اگه دوست داشتید فالو کنید. یکی از دوستانی که خودشون عکاس و فیلم بردارن و خب تو کار ادیت و اینا خیلی هستن، برای من نوشتن که این احتمالاً، چون فکر می‌کردم یه نفره که پشت من وایساده داره یه حرف رو میزنه، یا چپ یا راست صداش اومده تو دوربین، ولی چیزی که گفتن این احتمالاً داره از اسپیکرها میاد، چون خودشون تو کار ادیت بودن و یه نفری اون پشت حالا صحنه نزدیک به میکروفونا داشته حرف میزنه، میکروفون باز بوده و این صدا اومده. همش احتمال، ما هیچی نمیدونیم، فقط میدونیم که صدای یه مرده که داره با یکی دیگه حرف میزنه. طرف مقابلش ما نمیدونیم مرده یا زنه، اصلا مهم نیست راستشو بخوای دیگه برام. مهم اینه که یه هموطنیه که فرهنگش به اندازه اون فرهنگ 2500 ساله‌ای که ما ادعاشو میکنیم، من که نمیکنم، البته خیلی‌ها میکنن، نیست. فرهنگش به اندازه فرهنگ آخوندیه. فرهنگش فرهنگ عقب مونده‌ایه که خیلی راحت خشونت کلامی میکنه نسبت به یک زن، انگ میچسبونه. ما تو سوئدی زندگی میکنیم که حتی وان نایت استند چیزیه که سعی میکنن قضاوت نکنن و میگن طرف بدن خودش تصمیم میگیره که چیکار بکنه چیکار نکنه. حتی اگر خود اون آدم سوئدی خوشش نیاد ولی قضاوت نمیکنه، میگه به من ربطی نداره. کاش ما هم یاد بگیریم اینا رو. کاش حداقل که اونایی که امکانش رو داشتن از ایران خارج بشن توی محیط بازتر، یه چیزی از فرهنگ، یه چیز مثبت فرهنگ جدید رو یاد بگیرن و عین یه آلت تناسلی راه نیفتن توی پارتی و مهمونی و جمعای ایرانی برای همدیگه، فرق نمیکنه برای مرد یا زن، ولی اکثرا متاسفانه برای زن‌ها این داستان اتفاق میفته. عدم احساس امنیت ایجاد بکنن، چون این واقعا من که شخصا خیلی احساس عدم امنیت کردم که انقدر راحت این کلمه به کار برده بشه راجع به زن. مراقب خودتون باشید. بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم، نظراتتون رو کامنت کنید. میریم تو مهمونی‌ها، سرمون به کار خودمون باشه، دنبال خوشگذرانی خودمون باشیم، اینقدر باعث آزار دیگران نباشیم و یادمون باشه خیلی‌ها به خدا اعتقاد دارن ولی بازم از این کارا میکنن. این میکروفون فقط یک مثاله، همیشه یکی داره گوش میده. stay tuned برای یا بقیه ویدیو یا ویدیوهای بعدی. سابسکرایب و لایک یادتون نره، تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. ماچ به کلتون. خب مثل هر سفر دیگه این سفرم به پایان داره میرسه. امروز روز دوشنبه است، ما یکم نشستیم به کار کردن تو هتل. از هتل هم خواستیم که 1 ساعت بیشتر بهمون وقت بده، به جای 12 ساعت 1 چک اوت کنیم. وسایل رو جمع کردیم دیگه 90% و داریم میریم پایین. دوست ویدیو لندن رو گذاشته پلی کرده چون نتونستیم ببینیم خودمون، یعنی من روی گوشی دیده بودم ولی دوستم ندیده بود. لحظات آخر دیدید، برید ببینید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. باز اگه من چیزی امروز کاری انجام دادم که جالب بود میام براتون میگم، ولی با یکی از شما الان پایین قرار دارم. یکی از دوستانی که سالها منو، از بچه‌های یوتیوبری هستن، سالها صفحه اینستاگرام منو که براتون اینجا میذارم فالو کردن. خب یه فرصتی پیش اومده که همدیگه رو ببینیم. چقدرم قشنگ که برام گل و شیرینی فرستادن دیدین توی ویدیو. همین دیگه، ببینیم که تا آخر روز، تا ساعت 7 غروب که من قطار دارم، بیت قطار دارم، چه اتفاقاتی میفته دیگه. You never know. خب بچه‌ها 4:20 عصر. من میکروفون دیگه نذاشتم، امیدوارم صدام خوب باشه. 3 ساعت دیگه قطارم میره. اومدم نزدیک مرکز خریدی که نزدیک همون به قول معروف سنترومه یا سنترال شهر یوتیوبریه. میخوام برم غذای ژاپنی کیکو منم کردن رستورانای باحال خوشمزه بریم غذا بزنیم و بعدم شاید یکی دوستم بیاد سمت شهر با هم دیگه قهوه بزنیم قبل از اینکه من برم.
اینم تمپورا بول یا همون کاسه میگو که توش حالا چیزای مختلف داره و میسو سوپا. این از محیط بامزه. بعد بدرقه میریم به سمت قطار. چمدونم هم نمیذاره خودم بیارم، داره میبره. عزیزم دلم واسش تنگ میشه. مسافرین محترم، به مقصد استکهلم خوش آمدید. لطفاً باربندیلتون جمع کنید. آقا رسیدیم. من خیلی خستم، یعنی در حد خسته له هم. یه ساعت اول دیگه دیشب 3 ساعت خوابی رفتم. یه ساعت اول حسابی قش کردم از خواب، ولی بعد دیگه خودم بیدار کردم، نذاشتم بیشتر بخوابم چون که شب و بخوابیم. ساعت حدوداً 11 شبه. تا برسم به خونه میشه 12 اینطور. سفر خیلی خوبی بود. مرسی که با من همراه بودین. سعی میکنم این سفر رو با فیدبکی که خیلیاتون داده بودین کوتاه‌تر بذاریم، قسمتاشو بیشتر بکنیم. احتمالا سفر این ویدیوها 2 تا 30 دقیقه یا 2 تا 35 دقیقه بشه. امیدوارم که خوشتون بیاد و دنبال کنید سفرهای من. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره بچه‌ها. خیلی کمک میکنه به دیده شدن ویدیوهای من تو یوتیوب و اینکه خیلی ویو مهمه. ویدیو رو حتی اگه نمیتونید ببینید، همون اول که میاد بیرون ممنون میشم اگه بذارید ویو بخوره و تا تهش بره. خیلی مهمه ویدیو تا ته بره. لایک و کامنت خالی اگه ویو نخورده باشه کاری رو انجام نمیده. ماچ بهتون. بچه راستی من اشتباهی گفتم ساعت 12:30 میرسم خونه، ولی 11:30 منظورم بود دیگه. بذارین به پای خستگی بریم سمت مترو. من 100 بار خداحافظی کردم ولی دلم نیومد نشون ندم. یخه رو زمین، نمیدونم میبینین برقا رو، اکلیله یخه. با چمدون دارم آروم آروم میرم. چیزی نمونده دیگه، دووم بیارین نخورین زمین. تا سفر بعدی خداحافظ.